سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. آقا امروز اومدیم با هم دیگه بریم آموزش دانلود فایل زیپ. چه مدلی اینا رو دانلودشون کنیم بدون معطلی. برو بریم سراغ ویدیو. آقا اولین کاری که شما میکنید برید یه دونه فیلتر شکن روشن میکنید که بتونید بارا رو با هر روشی برید وارد چی میگن وارد. و من توی کانال روبیکای من لینک کانال تلگرامم گذاشتم، از اینجا میتونید وارد شید و میاید این داخل و این فایل رو دانلود میکنید که اینجا گذاشتم و فایل همون مودیه که معرفی کرده بودم و مگا مود و ایناست. اینا میزنید دانلود میکنید و 700 مگه و یک فایل زیپ هستش و اینا رو هم دانلود میکنید و دقیقا من یه همچین پیامی هم یه دونه روی اینا بزنید اینا معلوم میشن. دقیقا همه اینا رو توی همین پیامو تو کانال روبیکامون هم فرستادم که لینک کانال روبیکام و تلگراممون هم زیر توضیحات ویدیو هست و میتونید از اونجا برید. و بعد شما توی یوتیوب هم یه توضیح بدم، ما توی یوتیوبمون هم فعالیتمون رو شروع کردیم و میتونید برید از اونجا. ویدیوهایی که ما اینجا میذاریم یه سری از ویدیوها فقط تو یوتیوب آپلود میشه و فقط میتونید همونجا اون ویدیوها رو ببینید و تو آپارات آپلود نمیشه. و اینم من یه نکته هم بود بگم. و اینجا بس راستی این کاور تصویر کانالمون رو عوض کردیم، خیلی خفن‌تر شده و خودتون انتخاب کردید. من 4 تا تصویر فرستادم و بین اونها 4می رو انتخاب کردید که خیلی خوشگله واقعا. و این مدلی میزنید دانلودش کنید و بعدش میاد اینجا ذخیره در دانلودش میزنید. در دانلود ذخیره‌اش کردیم و بعضی از گوشی‌های جدید این قابلیت دارن که بدون اینکه با برنامه رار یا چیزی باشه بتونن اون فایل رو از حالت زیپ در بیارن. ولی من تا بتونم سعی میکنم فایل های اپلیکیشن به شما بگیرم، مثلا زیپ و رار و اینا به شما ندم که شما راحت تر بتونید دانلودشون کنید دیگه، فقط با یک کلیک کردن باشه. و شما میاد در این قسمت جا نگاه میکردم دیدم بدون بازی دارم ایج آف کانفلیکت که قبلا هم اینو گذاشته بودیم و مثل اینکه مشکلی نداشتید. من اینجا اینو میزنم و خیلی راحت الان اینو من میزنم و نصب کنم. اینجا ازم یه دونه رمز ورود میخواد که رمز ورودم یاسین XZ هست. یاسین XZ. اینجا تایید رو میزنم، استخراج میکنه، خیلی راحت نصب کننده بسته و اینجا میزنید به روز رسانی. حالا من چون نصب دارم اینجا زده به روز رسانی، اون بازی نصب میشه. همین مدلی خیلی راحت. بچه رو این فایل کلیک میکنید. اگرم دید اروری چیزی داد میاد شما توی بخش فایل های شخصی خودتون یا همون مرورگر فایلاتون میاد شما مثلا اون بازی فایل زیپ رو من پیدا کنم. بچه اینو همون فایل زیپی، اگر گوشتون این ذره جدیدتر بود برید این کارو بکنید. این یک مورد رو انتخاب کنید و استخراجش میکنید. یه استخراج فایل رو میزنید و رمز ورود ازتون میخواد، رمز ورودش رو میزنید و خیلی راحت اینجا استخراج میشه و این استخراج شد و شما میتونید اینو دانلود کنید و بازی کنید. یه دونه هم روش کلیک کنید میتونید نصب کنید. و بچه‌ها این روی همه فایل زیپ جواب میده، ولی من سعی میکنم که دیگه فایل زیپ نفرستم. اگرم بتونم همون فایل رو دوباره اپلیکیشنش کنم که دیدم بازم مشکل دارید بعد از این ویدیو، حتما تو کامنت ها بگید که ببینید چه مشکل چیه کلا مشکل اساسیتون در نصبش و سعی میکنم که فایل اپلیکیشنش رو بذارم براتون تو کانال تلگرام. و بچه هر مودی که میریم و برای اینکه تو روبیکای سری محدودیتایی داره برای دیگه ارسال فایل، من تو کانال تلگرام اونا رو ارسال میکنم، پس حتما هم اونجا عضو باشید. همین دیگه آقا، ویدیو رو لایک کنید، کانال رو دنبال کنید و زنگوله کانالم بزنید و همین دیگه. خداحافظ.